بسم الله الرحمن الرحیم. حسین قدیانی هستم. انشالله امروز میخوایم جلسه 4 مجموعه حسابداری دریافته و پرداخته پایه 10 دوره دوم متوسطه رو داشته باشیم. ابتدای کار میخوام ازتون یه تشکر ویژه بکنم بابت حمایت هایی که از کانال میکنید. این حمایت ها به من انرژی خیلی بالایی میده که بتونم انشالله طبق قولی که بهتون دادم تمامی دروس تخصصی رشته حسابداری رو برای پایه های 10 و 11 و 12 تدریس کنم. خب امروز در ادامه مباحثی که داشتیم میخوایم در واقع معرفی نرم افزار اکسل رو داشته باشیم. همونطور که احتمالاً خیلیاتون میدونید اکسل یکی از در واقع زیر مجموعه های نرم افزار آفیسه. آفیس مجموعه های مختلفی داره مثل ورد، اکسس، پاورپوینت. اکسل هم یکی از اون نرم افزاره. تقریبا ما فکر میکنم حسابدار، کمک حسابدار یا حتی مدیر مالی رو پیدا نمیکنیم که تو روز با اکسل سر کار نداشته باشه. یعنی یه جورایی عصای دست حسابداراست. خیلی خیلی اهمیت ویژه‌ای داره آشنایی باهاش و تسلط بهش. البته طبیعتا اکسل اگر شما بخواید روش مسلط بشی شاید بالای چند 10 ساعت حتی شاید 100 ساعت نیاز به آموزش داره تا شما بتونی به مهارت خوبی برسی. ولی اینجا ما صرفا میخوایم یه در واقع طبق حالا صفحات کتاب یه توضیحات مختصری راجع به اکسل بدیم. حالا یه نکته جالبم که بهتون بگم، ببینید ما تو نرم افزار حسابداری ماژول‌های مختلف داریم. مثلا ماژول حسابداری داریم، ماژول خزانه داریم، ماژول حقوق دستمزد داریم، ماژول دارایی ثابت داریم و موارد دیگه. اکسل انقدر کاربرد زیاده که خیلی وقتا تو شرکت‌های کوچیک و متوسط کلا به جای یه ماژول از اکسل استفاده میشه. یعنی مثلا شرکت ماژول حقوق دستمزد رو نمیگیره، تمام محاسباتش در واقع تو اکسله. میخوام در واقع کاربرد اکسل رو بهتون نشون بدم. خب ما امروز هم سعی میکنیم تمام این مطالب کتاب رو خود یه فایل اکسل واقعی انجام بدیم که فهم پذیریش در واقع بهتر باشه برای شما عزیزان. خب ببینید، حالا من در ادامه یه صفحه یه شیت اکسل باز میکنم. ببینید این محیط اکسله. حالا میگم احتمالاً خیلیاتون آشنایی نسبی ممکنه داشته باشید دیگه، چون اکسل حالا به جز حسابداری جاهای دیگه هم میبینی کاربردهای مختلفی داره. این صفحه که ما ببینیم شیت های مختلف اکسل، همونطور که این پای میبینید الان مثلا زده شیت 1، شیت 2، شیت 3 و اینجا ما باز میتونیم شیت های دیگه هم اضافه کنیم. اکسل از ستون ها و سطرهای مختلفی در واقع تشکیل شده. ستون ها با حروف انگلیسی و سطرها هم با اعداد نمایش داده میشه که از در واقع برخورد سطر و ستون سلول ایجاد میشه. الان مثلا ستون سی، سطر دوم من روش وایسادم میشه C2 که این بالا سمت چپم در واقع اسمشو تو قسمت نیم باکس آورده. من در ادامه کتاب باز میکنم. ببینید اینجا توی صفحه 11 کتاب یه سری آیتم‌های مهم اکسل معرفی کرده. خب ما دونه دونه طبق چیزی که اینجا بیان کرده این موارد تو اکسل بهتون نشون میده. خب کاربرگو که بهتون نشون دادم، اون زیر شیت 1 و شیت 2 بود. شماره سطر رو بهتون نشون دادم. سلول فعال، ببینید وقتی ما روی سلول وای میسیم این سلول میشه سلول فعال. مورد بعدی نوار آدرسه که همونطور که خدمتتون عرض کردم ببینید وقتی ما روی سلول وای میسیم آدرسش رو میگه در واقع این تقاطع کدوم سطر و کدوم ستونه. مورد بعدی نوار فرموله. اینجا این fx در واقع نوار فرموله. حالا ما نمیخوام راجع به فرمول نویسی اینجا توضیح بدم، ولی یکی از قابلیت‌های مهم اکسل بحث فرمول نویسیش. مثلا به عنوان مثال روی این سلول من مساوی میزنم، میگم مثلا این سلول به علاوه مثلا این سلول. بعد اگر تو این سلول عدد بزنم مثلا 3، مثلا این 4، یعنی خودش میاد جمع میکنه و این بالا هم تو این قسمت fx توضیح میده که چه فرمولی در واقع تو این سلول درج شده. آیتم بعدی که اینجا ذکر شده نوار منوه و بعدی هم نوار ابزاره. ببینید این بالا ما منوهای مختلفی داریم، هوم، اینسرت، درا و هر کدوم از اینا یه زیر، مثلا رو هر کدوم که وایسی یه سری زیر مجموعه وای میسه که نوار ابزاره که حالا آیتم های مختلفی که هر کدوم کاربرد خاص خودشو داره. آیتم بعدی که کتاب ازش نام برده، خب نام ستونی که خدمتتون توضیح دادم. نوار پیمایش و بحث بزرگنمایی. ببین این پایینم ما
این نوار رو داریم که چپ و راست میشه و بحث بزرگ نمایی و اینجا ما روی این مثبت و منفی اگه کلیک کنیم میبینید اینجا به این صورت. خب در ادامه ما برمیگردیم ببینید حالا هر کدوم از این شیت ها یه ورکشیت، حالا اینا اگه با هم جمع بشه به اسم کارپوشه یا ورک بوک در واقع ما کل اینا رو بیان میکنیم. یه دونه فکر کنم نوار منو هم جا افتاد. ببینید نوار منو، نوار عنوان ببخشید، ببینید این بالا اگر ما با یه اسم دیگه الان این شیت رو سیو کنیم با همون اسم بعدن اینو برای ما نشون میده به عنوان نوار عنوان. خب در ادامه باز هم بحث تولبار یا نوار ابزار رو توضیح داده که همونطور که خدمتتون عرض کردم وقتی روی منو ما وای میسیم این زیر مثلا ابزارهای مختلف برای ما مثلا نمایش داده میشه. الان مثلا به فرض من روی این سلول وایسادم، اینجا مثلا میتونم زردش کنم به عنوان مثال و حالا کاربردهای دیگه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم وقتی میخوایم روی سلول تایپ کنیم ما اینجا دبل کلیک بکنیم آماده ثبت کردنه. میبینید حالا میتونیم عدد وارد کنیم، میتونیم فرمول وارد کنیم، میتونیم بنویسیم یا هر کار دیگه ای. و در ادامه مطلبی که کتاب بیان کرده بحث ذخیره اطلاعات اکسله. ببینید ما از این آیتم میتونیم اینجا در واقع سیو داره یا گزینه فایل هم بزنیم اینجا میتونیم سیو یا سیو از رو استفاده کنیم. این حالا یه مختصری در واقع کلیاتی بود که صرفا شما اصلا با این محیط آشنا بشید. خب حالا قسمت انتهایی کتاب که ما برای این جلسه در نظر گرفتیم، ببینید ما با نشونگر موسمون روی جاهای مختلفی که قرار بگیریم یه سری اشکال بهمون نشون میده که اینا هر کدوم یه سری مفاهیم خاص داره و این هم چیزای خیلی مهم و کاربردی. ببینید الان ما با اولین آیتم که اینجا به این شکل داره نمایش داده میشه به عنوان انتخاب سلول. الان ببینید من رو هر سلولی که وایسم میبینید این علامت به این مفهومه که الان این سلول در واقع میخواد انتخاب بشه. مورد بعدی این در واقع دو تا فلش به سمت چپ و راست و بالا و پایینه که برای جابجا کردن اطلاعات سلوله. ببینید ما الان به فرض رو این سلول وای میسم، میرم روی این لبه پایینی وای میسم، روش کلیک میکنم و انتقال میدم به سمت پایین. مورد بعدی بحث اتوفیل یا بسط دادن اطلاعات. ببینید اکسل بسیار هوشمنده. الان به فرض من میام روی این ستون عدد 1 رو وارد میکنم، اینجا 2 رو میزنم، اینجا 3 رو وارد میکنم. حالا من کل اینا رو کلیک میکنم و در واقع انتخاب میکنم. اکسل میفهمه که این یه فرمول، این در واقع این اعداد یه رابطه منطقی با هم دارن، یکی یکی زیاد شده. وقتی من این پایین سمت چپ وایسم همون علامتی که تو کتاب دیدید مشاهده میشه. من روش کلیک میکنم میکشم به سمت پایین، میبینید همون اعداد رو تکرار کرد با همون منطقی که اون 3 تا عدد ابتدایی داشتن. در ادامه این نشونگری که برای تغییر اندازه سطر و ستونه، باز من میام این بالا اینجا وای میسم، میبینید همون علامت ظاهر میشه. میتونم اینو کوچیک و بزرگ بکنم. آیتم بعدی این علامته که در واقع به مفهوم آماده درج اطلاعات در سلوله. من اگر یه سلول رو دبل کلیک کنم روش این علامت ظاهر میشه. مورد بعدی انتخاب سطر و ستونه که حالا توی قسمت قبلی بهتون توضیح دادم و در انتها هم تغییر اندازه نوار پیمایش ارزی صفحه اکسل. همونطور که مشاهده میکنید من اینجا اگر در واقع الان نمیدونم چرا اینجا نمیاره اینو، چون من قبلا که تست کرده بودم موردی نداشت. خب اشکال نداره، یه خورده سعی میکنیم که امتحان کنیم این باید مشکلش حل بشه. اینجا ببینید توی این قسمت که وایسیم میتونیم اینو کوچیک و بزرگ کنیم. میبینید این کشیده میشه سمت راست یا سمت چپ. این خیلی چیز خیلی مهمی هم نیست، صرفا جهت اینه که حالا این نوار رو کوچیک و بزرگ کنه. خب
فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. ممنون از همراهیتون. انشاءالله در جلسات بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.